امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر زیابر به رضوانشهر. امروز چهارشنبه 21 آذر ماه و ساعت حدود 8:30 صبح. به درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از چهارشنبه بازار رضوانشهر برای شما عزیزان ضبط کنیم و مسیر زیبای زیابر به رضوانشهر رو هم برای دوستان در کانال قرار میدیم. ولاگ بازار رو به زودی در کانال قرار خواهیم داد و لینکش رو براتون در توضیحات همین ویدیو خواهیم گذاشت. ضیابر جزئی از شهرستان صومعه است که به دلیل خاک حاصلخیزش به تولیدات محصولات محلی معروفه. ضیابر قطب تولید مرغ استان گیلان هم هست. قبلا ولاگی از گردش در دوشنبه بازار ضیابر و رانندگی از شهر صومعه به ضیابر رو در کانال قرار دادیم که همه اونها در پلیلیست مربوط به شهر صومعه کانال ما موجوده. در مسیر زیابر به شهر تابلوی آبکنار رو هم میبینیم که جزئی از شهرستان بندر انزلیه. پل چوبی اون یکی از زیباترین جاهای گردشگری استان هم هست. لینک ولاگ مربوط به گردش در پل چوبی و همچنین قایق سواری در تالاب انزلی رو براتون در توضیحات ویدیو گذاشتم. پیشنهاد میکنم حتما این ولاگ زیبا رو ببینید. رضوانشهر مرکز شهرستان رضوانشهر که 65 کیلومتر با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت فاصله داره. این شهر در همسایگی شهرهای ماساد، پرسر، صومعه و بندر انزلی قرار داره. رضوانشهر جزئی از شهرهای قدیمی شمال ایران هم هست. رضوانشهر به دلیل قرارگیری در کنار دریای خزر ماهیگیری در اون رونق داره. پرورش ماهی، کشاورزی، کاشت برنج، جو، گندم، مرکبات، توتونکاری و تولید چوب‌های صنعتی از شغل‌های رایج در این شهره. جاهای دیدنی این شهر به دلیل اتصال به کوه‌ها بسیار متنوع و زیباست. آبشار پرسر ویسادار که قبلا ولاگ اون رو هم در کانال قرار دادیم یکی از زیباترین جاهای مربوط به این شهرستانه. راستی مجددا بهتون توصیه میکنم که موقع رانندگی در جاده های استان گیلان به خصوص جاده های فرعی کاملا احتیاط کنید. عبور حیوانات اهلی، وحشی و رعایت نکردن دیگر راننده ها همیشه حادثه سازه و با رعایت سرعت مطمئن و احتیاط میشه از این حوادث جلوگیری کرد. راستی روشن کردن چراغ رو در روزهای بارونی هم فراموش نکنید. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در کانال آشپزی ما هم پوزش انواع غذاهای گیلانی در فضای روستایی رو برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک کانال آشپزیمون را در قسمت توضیحات براتون قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش و مسیر لذت ببرید.
باشید.